قشنگ دستمو میذارم اینجا، اینم میذارم اینجا، فوت میکنم و همه موژه ها رو به هم میچسبونم. ببین این شکل متوجه شدی؟ این هم میشه فیکس کردن موژه ها توی هم دیگه. ببینم اوکی. برای اینکه این رقیق بشه خب دارم توش قطره احیا اینگلوتون میریزم که بتونم یه خط چشم ظریف قشنگ بکشم. دیدن این خط اون سمت نگاه میکنه، آروم آروم این خط رو سعی میکنیم که بکشیم. میبینید؟ و بعد این خط رو کاملش میکنم و اینو به اینجا وصلش میکنم. متوجه چی شد؟ باز نکنه بچه ها، روغن انگلوت زدم یه مقدار رقیقه. میام سراغ پشت این باز کن عزیزم. اونا نباید بیای بیرون. نه عزیزم دیگه برای هر کسی متناسب با چشمش کار میکنی دیگه. کسایی که چین و چروک دارن نمیاد. یه مقدار این پایین رو هم بالا نگاه کن، رنگ تیره میزنیم که میخوام الان موجه بذارم برای این قسمت. فقط هم گوشه خارجی چشمش موجه میذارم، اصلا به جلو نمیاد. ترشو میبندم، باز میکنم گوش پاکنو برمیدارم توی چشمشو تمیز میکنم. سفیدم رو برمیدارم، یه بار دیگه رنگ سفیدم رو تمدید میکنم. آروم حواست باشه این رنگ سفید اگر که وارد حریم چشمش بشه به لنزش باید لنزش رو در بیاره و بشوره. خب حواستون رو جمع کنید. آروم بعد اینجا رو کامل مرتب کنید. یک کوچولو اینجا رو من سفیدی رو بیرون میبرم، میبینی که چشم بیاد بیرون و چون که این ژله کامل خشک میشه و با هیچ رنگ قاطی نمیشه و همینطوری تا انتها برای من سفید میمونه. دوباره قربونت برم، خیلی خسته نباشی عزیزم، فردا میبینم دارم. ببینم برای اینکه باز کن یه بار دیگه من سفیدم رو اینجا میذارم. ببینی خیلی این بعد ظریف گذاشته بشه حالت نفسگیره دیگه. حتی خداحافظ عزیزم. ببینی من الان آینه ندارم چرا توی دوربینم کامل مشخصه. حالا میرم سراغ اون سمت بالا قشنگ ببینم حالا ببینم. خب نمیخواد اصلا دیگه بالا رو نگاه کنی خب چون حالتشو از دست میدم وقتی که بالا رو میگم. مستقیم اوکی. حالا خب ببینم درست شد. ببینم آفرین. خب
میریم سراغ موجه پلک پایین. دست موجم رو یه کوچولو میزنم پشت ناخونم، موجم رو برمیدارم میزنم توی چسبم، فوتش میکنم که کامل بگیره. بالا رو نگاه میکنم و دقیقا همینجا میذارم جایی که پلک ایجاد کردم دیگه. اینو میذارم اینجا، جفت جفت کار کن. اول دوتا قله لبش رو براش میکشیم. اگر این لبش این خیلی تیزیست روی دستت اینجوری اینو که مداد تو تیز میکنی. دوتا قله لبش و بعد این زیر، بعد این قسمت. مداد من الان رنگش خیلی کمه، از شماره 13. دوتا قله لب وسط لب کار میکنی. از این قسمت با کانسیلر رنگ پوست، با کانسیلر سفید نمیتونی. ولی اصلا استرس خراب شدن نداشته باش. یعنی اگر که استرس داشته باشی 100% خراب میکنی، یعنی شک نکن. فقط تنها چیزی که هست باز کن، باید حالت کوک کوک بیاری جلو، به هیچ عنوان حالت یهویی بکشی نداشته باش. ببین میبینید باز کن. یه بعضی ما که بازم نمیکنه کامل، با انگشتت میتونی ببند که توی قشنگ راستای بالایی شما اول خطتو میکشی، بعد باز میکنی. باز و فکر کنم تو روبروی نور من وایسادی، یکم اینورتر نمیبینم. میبینی؟ خب نگاه کن. وقتی اینجا نگه میداری شما خطاها رو میبینی. حالا من اینجا رو میخوام بگیرم، میبینی؟ میرم قلم سر تختمو پیدا میکنم. خب توی کانسیلرام شماره 2.5 دبلیومو برمیدارم، یه کوچولو رنگو برمیدارم و راحت لبتو راحت نگه دار میذارم. می‌بینی؟ چون رنگ پوسته دیگه چالش بهم نمیده. بعد توی پلت سایم توی این مثلا این رنگم میشه. من خشکش می‌بینی؟ دیدی؟ خیلی راحت میتونی بگیری. حالا بعضیا هستن که کلا لم لبشون رو دارن، میتونی به اونا بگی که مثلا خودشون مثلا لبشون رو کار کن. این کار رو هم میتونی بکنی. بالاش خوبه، پایینش هم دوباره حالا طراحیشو درست کنم.
اینم سراغ پلت رژ لبم و کاراشو دیگه انجام. اینم از این تمام شد. یه هایلایتر هم داریم که بزنیم. ببین یه کوچولو از رنگ سفید برمی‌دارم روی مرکز لبش میزنم. قلمو تمیز میکنم. مرز رو میگیرم.